امروز میخوام ببرمتون یه جای هیجان انگیز. با من بیاین. من اینجا نشستم که نوبتم بشه. گفتم قبلش یه توضیحاتی برای شما بدم که اومدیم اینجا برای چی. اینجا یک چمبر یا یه اتاقکی هستش که فریزره، مثل فریزره. اسم این سیستم، اسم این کاری که بهش انجام میدیم الان ما اینجا بهش میگن کرایوتراپی. سردترین نقطه روی کره زمین یک نقطه‌ای هست توی قطب جنوب که دماش به منفی 98 درجه سانتیگراد یا منفی 170 درجه فارنهایت میرسه. خب حالا اینو یک کنار نگه دارین. اون فریزری که باهاتون صحبت کردم اینجاست. سردترین جای کره زمین یک منطقه هست توی قطب جنوب که دماش هست منفی 98 درجه سانتیگراد یا همون حدوداً منفی 150 درجه فارنهایت. ولی دمای این فریزر هستش منفی 240 درجه فارنهایت، یعنی تقریباً منفی 80 درجه فارنهایت از حتی سردترین نقطه کره زمین هم سردتره. یعنی سرمایی که هیچ کس تو زندگیش تجربهش نکرده. خب حالا مزایای کرایوتراپی یا فریز کردن بدن تو دمای منفی 240 درجه فارنهایت چی هست؟ بدن ما وقتی که تو حالت امرجنسی قرار میگیره، توی حالت اضطراری قرار میگیره، یک جوری طراحی شده سیستم بدن ما برای سروایو کردن، برای بیشتر زنده موندن. یعنی وقتی که ما مثلا یک جایی توی سرما برف یک جایی گیر میکنیم که بدنمون به حالت یخ زدن میفته، بدن ما برای اینکه بتونه ما رو بیشتر زنده نگه داره یه زنگ خطر داره، یه آلارم داره توی بدن ما که این آلارم توی اون حالت امرجنسی به صدا در میاد. مثل بازی‌های کامپیوتری که وقتی ما داریم گیم کامپیوتری بازی میکنیم، وقتی که میمیریم تو اون گیمه، اون بازیه یه جون اضافی به ما میده. دقیقاً همین سیستم رو بدن ما توی حالت امرجنسی داره. یعنی وقتی که احساس میکنه بدن ما حیاتش به خطر افتاده و ما نزدیک شدیم به مردن، اون زنگ خطر به صدا در میاد. و حالا اون زنگ خطر چی هست؟ سلول‌های مغز استخوان ما توی حالت امرجنسی یک گلبولای قرمزی رو توی خون ما ترشح میکنن که این گلبولای قرمز حاوی مقدار زیادی اکسیژن و آنزیم یا همون آنزیم هستش که و یک مقدار زیادی ویتامینز، مینرال، هر چیزی که بدن ما تو اون حالت اضطراری بهش احتیاج داره برای بیشتر زنده موندن، که به سرعت وارد گردش خون ما میشه و شروع میکنه از ارگانهای داخلی ما محافظت کردن. که این خون، این گلوبولای قرمز مثل دقیقاً همون جون اضافی بازی‌های کامپیوتریه. و حالا بنفیتش چی هستش؟ بنفیتش ترشح اندورفین، دوپامین، آدرنالین توی خونمون، باعث کالاژن پروداکشن میشه، انتای ایجینگ هست یا همون خاصیت ضد پیری، پوست ما رو جوان‌تر نگه میداره، باعث تولید انرژی بیشتر تو بدنمون میشه، شب خواب بهتری خواهیم داشت، اگه انزایتی داریم انزایتی رو کم میکنه، اگر جوینت پین یا همون مفصلامون درد میکنه، استخونای بدنمون درد میکنه، ماهیچه‌های بدنمون بر اثر ورزش کردن سر هست یا همون گرفتگی عضله داریم به خاطر ورزش، سریع ریکاوری میکنه بدنمون رو. و از مزایای دیگه کرایوتراپی اینه که وقتی که ما مثلا اگه بریم روی تردمیل با سرعت 1 ساعت تردمیل بزنیم، فقط بدنمون 500 تا 600 کالری میسوزونه. ولی وقتی که ما 3 دقیقه میریم توی این فریزره و بدنمون رو در معرض یخ زدن قرار میدیم،
حدود 900 کالری بدنمون میسوزونه برای سروایو کردن و داغ نگه داشتن، گرم نگه داشتن ارگان‌های داخلی بدنمون. من حدوداً 5 سال هست که اینجا ممبرشیپ دارم و یکی از معایب این کرایو اگه بخوام بهتون بگم اینه که واقعاً اعتیاد آوره. یعنی شما به خاطر اون اندورفین و دوپامین که تو خونتون ترشح میشه و اون آدرنالینی که تو خونتون ترشح میشه یک جوری معتاد میشین بهش و مرتب میخواین. من خودم تقریباً 3-4 روز در هفته میام و هر روز 2 بار انجام میدم، چون وقتی که حرفه‌ای میشی اجازه داری که 2 بار انجام بدی. اول 3 دقیقه و نیم میرم تو، میام بیرون میشینم، باید دمای بدنم به حالت طبیعی برگرده. وقتی که دمای بدنم به حالت طبیعی برگشت دوباره 3 دقیقه و نیم میرم تو. لباسامون رو در میاریم، یک جوراب پامون میکنیم چون کف دست ما و کف پامون یک سری عصب‌های خیلی حساس داره که ممکنه توی اون سرما آسیب ببینه. دستکش دستمون میکنیم، جوراب پامون میکنیم، گوشمون رو کاور میکنیم. از این دمپایی هم باید بکنیم پامون که عصبای انگشتای پامون آسیب نبینه توی سرما. خب این فریزر الان روشنه، 2 تا در هست، یک در اینجا هستش که من میرم تو اینو در میارم و یه در اینجا هست که من اون در باز میکنم و میرم توی اون فریزر اصلی. الان دماش 191 درجه است. الان میان روشنش میکنن تا به 240 برسه. من یه موزیک انتخاب کنم چون موزیک خیلی مهمه که بتونی اون تو طاقت بیاری و نیای بیرون. موزیکی که هر کسی هر موزیکی رو دوست داره انتخاب میکنه و دستگاه رو روشن میکنن و میریم تو. با من همراه باشید. از مزایای دیگه‌اش که بخوام براتون بگم، متابولیسم رو میبره بالا. اگه متابولیسم پایینی داری متابولیسمتون رو بالا میبره، گردش خون رو تنظیم میکنه و خیلی چربی سوزه. یعنی به شدت برای سوزوندن چربی‌های اضافی بدن توصیه میشه. اینجا از بین تمام کلاینت هایی که دارن، تمام کسایی که اینجا میان عضو هستن، ممبرشیپ دارن، شاید 5 تا 10 نفر باشن که به اندازه من دیوونن و 2 تا 3 دقیقه و نیم میرن اون تو میان بیرون. اکثر آدما هولوش 2 دقیقه بیشتر اون تو طاقت نمیارن. وقتی که از داخل این فریزر میای بیرون، به خاطر همون دوپامین، اندورفین و آدرنالینی که توی بدنمون ترشح میشه، یک حس خیلی عجیبیه که حتما خودتون باید تجربهش کنید.